درود بینندگان عزیز، منظور است برای شما برنامه درخشان از تلویزیون ولایت سوخت. با شما هستم اهل‌دین شمس‌الدین زاده. برنامه درخشان منبری است برای معرفی استعدادها. اگر شما دارای استعداد و لیاقت فوق‌العاده در کدام نمود هنر نباشد، پس این برنامه برای شما است. امروز گروه ایجاد کوشش کردیم بهره فراغت شما باز یک چهره نوی هنر رو دریافت کرده منظور داریم که در جاده هم اشتراک در المپیاده و هم در آزمون‌های وطنی صاحب غالبیت است و ابرو و نفوذ شهر خود رو بلند می‌بردارد. مهوش بویماتова از شهر گلستان، بیاید استقبال می‌گیریم. شما دید به برنامه بار دیگر درود بینندگان عزیز، یادرس می‌شیم که برنامه درخشان از جانب اداره تلویزیون و رادیو ولایت سوخت در همکاری با کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتیک تاجیکستان پیشنهاد مردم می‌گردد. اگر شما فرزند شما نبره شما یا خود شما دارای استعداد و لیاقت فوق‌العاده باشید، پس برنامه درخشان سفره است برای شما. ما کوشش میکنیم گروه ایجادی بعد مراجعت شما برنامه آماده کرده تمام استعداد و مهارت شما رو بهره بینندگان عزیز تلویزیون ولایت سوخت منظور داریم. رقم تلفنی که برای شما نمودار است، میتوانید زنگ زنید، درخواست گذارید و همزمان در شبکه اجتماعی هم فیسبوک و هم اینستاگرام ما صفحه مخصوص خود رو داریم که شما میتونید در اونجا درخواست خود را گذارید. ما کوشش میکنیم یک برنامه جالب را آماده کرده منظور بیننده ذکی تلویزیون ولایت سوخت مخصوصا برنامه درخشان کنیم. و امروز قهرمان برنامه ما مهوش بویماتова هستند که از شهر گلستان در آزمون المپیادهای وطنی البته صاحب جایهای اول گردیدند. خب به برنامه درخشان خوش آمدید. من در ابتدا گفتم هستم که شکل برنامه ما آزاد است، آزاد باشید و امروز من میخواستم مهوش رو تمام استعداد و مهارتش رو بهره بینندگان عزیز تلویزیون ولایت سوخت برنامه درخشان پیشنهاد کنیم. خوش آمدید. تشکر. یاران همه جا ولی وطن در یک جاست. هر خاکی وطن مثال هیکل زیباست. عالم همه جا عزیز لیکن بر من مادر یک تاست، تاجیکستان یک تاست. بنده بویماتова مهوش هستم، خواننده صنف هشتم گیمنازیای رقم 1 شهر گلستان. غالب دور نهایی آزمون جمهوریوی فروغ صبحی دانایی کتاب است. در سال 2023 از روی نومیناسیون خواندن و از برنمودن آثار ادیبان کلاسیک و فارسی تاجیک، همچنین غالب دور نهایی المپیاده فنی خوانندگان از فنهای زبان و ادبیات روس و همچنین زبان دولتی، همچنین غالب و عضو وابسته دور نهایی اکادمی خردی علمها از بخش طب می باشم. کوشش می نمایم که در چنین آزمون ها بیشتر اشتراک نمایم و همچنین گیرنده استیپندی پرزیدنتی در سال خوانشی 2023-2024 و گیرنده استیپندی رئیس شهر نیز هستم. سال روان باشد در آزمون جمهوریوی علم فروغ معرفت از بخش بیولوژی اشتراک نموده ایستادم و خوشبختانه در دوره شهری آزمون مذکور سزاوار جای اول گردیدم. احسن میگم، آفرین. اینقدر با آزمون های زیاد اشتراک کرده ایستادید. خب امروز ما میدونیم که در برنامه درخشان هر نفر اشتراک میکنه که دارای استعداد و لیاقت فوق‌العاده هستند و شما رو نیز همچون یک نورسی که دارای استعداد و لیاقت است دعوت کردیم. استعداد شما رو ما میدونیم که بینندگان عزیز باید بدونند. امروز مهوش رو چگونه معرفی میکنیم؟ دارای کدام لیاقت ها است؟ باز به غیر از آن که در چنین آزمون های اشتراک می‌ورزم، وقتی خالگی خود را بنده در مکتب صنعتی شهر گلستان در صنف اسکریپکا می‌گذرانم. سال هفتم است که در این صنف خواننده این صنف هستم و نوازش در اسکریپکا به من خیلی معقول است. از خردسالی هم آرزو می‌کردم و خوشبختانه امروزها در این جاده میتوانم گفت که یک نقطه معین رو علاقه فتح کرده و در آزمون هایی که در این ساحه میگذارد نیز فعالانه اشتراک می‌ورزم. کوشش میکنم که لیاقت خود را نشان دهم و بنده اشتراکچی آزمون جمهوریوی تاجیکستان وطنی عزیز من از روی نوازندگی نیز هستم و با اثرهای اروپا با اثرهای بسیار هم ایجاد کنندگان اثرهای آنها را آموخته، با آموزگارم آموخته آنها را در نزد حکمان نشان دادم. استادتان در این جاده کی هستند؟ سعیده و ایرین وسیلیونا هستند. خب چرا در قطار اینقدر سازهای موسیقی زیاد بگذار اروپایی باشد یا که ملی باشد، چرا محض اسکریپکا رو انتخاب کرده؟
برای آنکه از خوردی وقتی که در تلویزیون کسی را میدیدم که در اسکریپکا مینواخت و من جالب میآمد و فکر میکنم اسکریپکا در مابین دیگر اسباب‌های موسیقی یک جای خاص خود را دارد، برای آنکه هرچند دیگر موسیقی ها نیز دیگر اسباب‌های موسیقی نیز اگر ساز زیبا داشته باشند با اسکریپکا دیگر خیلی است. برای همین به من این اسباب موسیقی خیلی پسند است و برای همین من محض این اسباب موسیقی را انتخاب نمودم. خب یک ساز موسیقی ملی داریم که به همین مانند است. چی نام دارد؟ خیجک. خیجک است، درست. آفرین. اصلا یعنی که خوب دارید با یک استعداد دیگر دارید، این یعنی نواختن ساز موسیقی اروپایی اسکریپکا. بله. خب باشد. در این جوده هم به آزمون اشتراک کردید. بله. صاحب جای چند شدید؟ در دور شهری آزمون اشتراک نمودم. سال گذشته سزاوار جای سوم و سال روان بنده در یکی از عضوی انسامبل بودم. ما در دور شهری با انسامبل اسکریپکا نوازان با حکمان یک اثری پوان که نام داشت آن را نشان دادیم و با اعضای حکمان پسند آمد و به دور ولایتی راحت گرفتیم و در دور ولایتی نیز استعدادی خود را نشان دادیم. خب من این لحظه میخواستم از آوان خردسالی آغاز کنیم. در مکتب به کدام مثلا محفل ها اشتراک میکردید و خونش شما به کدام فن ها بیشتر زیاد بود؟ در اطراف همین ایام مکتبتون صحبت کنیم. بهای چند، خوب، اعلی، مرحبا. در مکتب از صنف یکمیم همیشه با بهای خوب و اعلی خوشبختانه تحصیل میکردم و از همین سبب از جانب دیرکتورمان به آزمون گیرنده استیپندی پرزیدنتی که به نظامنامه آن جوابگو بودم به من راحت برای اشتراک در این آزمون دادند و یکی از اشتراکچیان خردسالی این آزمون بودم، چون در صنف هشتم اعلی نو تحصیل میکردم و خوشبختانه در این آزمون گیرنده استیپندی پرزیدنتی در قطار 15 نفره که به شهر گلستان جدا کرده شده بود در قطار آنها بودم و غالبی این آزمون گردیده بودم. این آزمون از بسیار امتیازها عبارت بود، نوشتن دیکتانت، اجرا کردن تست ها و بنده خوشبختانه از این امتیازها گذشته توانستم در این آزمون دست بالا گردم. در مکتب بسیار فنهای زبان و ادبیات روز، زبان دولتی، ادبیات، بیولوژی و چنین فنها بسیار شوقمند هستم. همچنین بغیر از این در محفل های مرکز تحصیلات علوی شهرمان نیز روی میآورم و محفل های کتابخوانی که خیلی محفل جالب است و باز هم در محفل روزگارداری با دختران هر نمود شیرینی ها طعام های ملی را آماده می نماییم. همچنین در محفل های زبان روسی، زبان انگلیسی نیز شرکت می ورزم. خب امثال شما حالا نورسانه میخوان که با گرفتن استیپندی پرزیدنتی مشرف شوند، کدام نشان دهنده ها رو باید آنها جوابگو باشند؟ گیرنده استیپندی پرزیدنتی باید از صنف یکمیش تا همون صنفی که این حال تحصیل میکند یگان بهای 4 نداشته باشد. در کارهای جمعیتی فعالانه اشتراک نماید، البته اشتراکچی آزمون ها باشد و البته سطح دانشش بلند باشد. برای اشتراک کرده میتواند. خب احسن میگم. خب امروز چون گفته به مرکز تحصیلات علوی می روید و در اونجا هم در محفل روزگارداری و هم در محفل کتابخوانی میخونید. در محفل کتابخوانی چند نفر اعضا هستید؟ در محفل کتابخوانی ما زیاده از 30 نفر اعضا هستیم و پیوسته به آن روی می آوریم. از خواندن بعضی کتاب ها بسیاری اشتراکچیان این محفل از اشتراکچیان غالبان آزمون جمهوری فروغ سوپی دانه کتاب است. ما به آن روی می آوریم و به اشتراکچیان نو توصیه می دهیم با آنها نشسته کتاب می خونیم، از اشعارهای ایجاد کرده آنها آگاه می‌گردیم و از خواندن کتاب‌هایی که همه ما خواندیم با آنها سوال جواب می‌کنیم. اولین نفری که برای موفقیتتون منتداری کردن می‌خواستید کی است؟ البته پدر و مادرم هستند که در این جاده مرا خیلی هم دستگیری می نمایند. در اشتراک در همه این آزمون ها پیوسته دستگیری می نمایند و تمام شرایط تحصیل را برایم فراهم می آورند و همچنین میخواستم با یک قطار استادان خود، اولا حاجی عبدالفتاح که مرا با آزمون جمهوری فروغ سوپی دانه کتاب است آماده نموده بودند و بنده در سال 5 اشتراک در این آزمون توانستم غالبیت را به دست آورم و از همین سبب این غالبیت برای من غالبیت خیلی مقدس است و استادم پیوسته
پیوسته با من کار میکردن تا که بنده غالبیت را به دست آورم، به مقصدم رسم و آرزویم را عملی نمایم. همچنین میخواستم مینداری خود را به آموزگارم بابای امام علی، دیرکتور مرکز تحصیلات لغوی در شهر گلستان، برای تیار نمودن من به آزمون علم فروغ معرفت در بخش بیولوژی و اکادمی خرد علم ها از بخش طب با کار علمی نرو سیستم یا خود سیستم عصب مینداری خود را رسانیده باشم و همه آموزگاران که مرا در این جاده دستگیر مینمایند مینداری خود را رسانیده باشم. یعنی که این تنها یک موفقیت شما نیست، با کل آموزگارانی که البته در تربیت شما سهم گذاشتند و همین گونه هم هست. بینندگان عزیز، رسالت آموزگار هم همین است که پیش از همه مادروار همچون استاد فرزند مردم را با یک روح الهامی بلند باید تربیت کنند و توانسته باشند که از یک کوچکترین نهال گوییم یک درخت بسازند که حاصلات خوبی دهد، میوه شادباری دهد. و امروز من باوری دارم که آموزگاران ملت تاجیکستان عزیزمون البته این کوشش ها رو دارند و در قلب نهفته خودشان پیش از همه برای تربیت نمودن کودکان و نورسان و جوانان البته خیلی زحمت میکشند و این مهنت های شایان هر یک آموزگار تاجیک از جانب اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان قدر کرده می شود. و ما امروز با آموزگاران تاجیک البته افتخار میکنیم که امروز شاگردان رو به همه آزمون های نه تنها وطنی بین المللی آماده میکنند که این هم یک شرف و ننگ تاجیک رو در عرصه بین المللی بلند میبردارد. زیرا وقتی که صاحب جای می شود چی بالا می شود؟ پرچم جمهوری تاجیکستان بالا می شود که این معرفی کننده ملت ماست و ما از تاجیک و از تاجیکستان بودن افتخار میکنیم که زاده ملت تاجیک هستیم، تاجیکستان هستیم. احسن، آفرین. خب باز کدام قله‌های هست که محفش فتح کند؟ چی مقصدها هست باز؟ در مقصدهای پیشنم البته به خود مقصد گذاشتم که در آزمون جمهوری علم فروغ معرفت در دور جمهوری آزمون مذکور دست بالا کردم و عین حال با آموزگارم البته پیوسته در این جاده تیاری دیده ایستادیم، کتاب ها را مطالعه کرده ایستادیم و از علم بیولوژی باز هم چخورتر و بیشتر آگاهی گردیده ایستادیم. دو چیزی که با همون افتخار میکنه چی است؟ دو چیزی که با اون افتخار میکنه البته اول استعدادم است، اما استعداد و چیزی لایقتی دارم، همه دستاوردهایی که دارم و البته دویمش تاجیک بودنم است که یک جوانی دورانی صاحب استقلال، ما جوانانی خوشبختی دورانی استقلال امروز شکرانه میکنیم که چنین دولت تنجو و آباده داریم، چنین دولت داریم که صاحب استقلال است، صاحب وحدت است و صاحب چنین پیشوا است که پیوسته برای ما جوانان و نورسان تمام شرایط ها را فراهم آورده. در برابر این یک قطار آزمون‌های جمهوری، یک قطار آزمون‌های جمهوری به مانند فروغ سپیدانای کتاب است، علم فروغ معرفت، تاجیکان در آینه تاریخ، تاجیکستان وطنی عزیز من و در برابر این آزمون‌های گیرنده استیپندیای پرزیدنتی، کوتاها را برای ما جوانان و نورسان برای بلند برداشتن سطح دانش ما همه این آزمون‌ها را تشکیل در سطح بلند تشکیل و برگزار نموده ایستاده. چون شما که گفتید در صنف روسی تحصیل میکنید در گیمنازی رقم یکم باشد، با زبان روسی یگان شعر خونید. بگذار در وصف تاجیکستان башад. Албатта. Марава. Таджикистан – страна людей, свободных, смелых. Таджикистан – страна полей от хлопок белых. Таджикистан – моя страна, Таджикистан – моя страна. Я горжусь тем, что живу в одной из известных всем республики Таджикистан. Я люблю свою родину, я горжусь своей родиной. И в этих олимпиадах, в которых я участвовала, одной из, можно сказать, условий олимпиады является написание эссе. И всегда, когда я пишу эссе, независимо от на какую тему, я всегда использую тему своей родины, использую тему, как я горжусь своей родиной, как я люблю свою родину. И привожу примеры поэтов, которые выражают свою любовь к Отечеству с помощью стихотворений. Сам мегам офарин мегӯям бо забони русӣ хуб сухан меронед ва дар ин лаҳза ман мехостам чун мегӯянд наомӯхта забони худ омӯхтани дигар забонҳо амри маҳол аст. Ман дар ин лаҳзаҳо мехостам ки чун гуфтед дар олимпиадаҳои фанни забон ва адабиёти тоҷик иштирок кардед ва соҳиби ҷои сеюм дуюм гардид. Офарин, аҳсан мегӯям. Ман дар ин лаҳзаҳо мехостам бо забони тоҷикӣ як шеъри зебо хонед. Замину осмони ман, туи модар,
جهانی بیکرانی من توی مادر توی مادر سرود اولینی من سرود آخرینی من سرود جاویدانی من توی مادر توی مادر. خب وقتی که کلمه واژه مادر رو به زبان میارید چی پیش نظرتون میآید؟ البته نظری مادری من میآید و البته از وقتی که واژه مادر رو میگیرم من افتخار میکنم که چنین مادری را دارم که معارف پرور همه استعدادهای ما را البته دستگیری می نمایند. در همه جاده ها ما را بیشتر دستگیری نمودند. همیشه وقتی که من به مادرم میگم که میخوام در همین آزمون یا میخوام در همین المپیاد اشتراک ببرم، همیشه ما را دستگیری نموده پیوسته با آموزگارانم صحبت میکنند، از سطح دانشی من آگاهی میگردند و همیشه با آموزگاران نیز کار میکنند و من از مادری خود را خیلی دوست میدارم و از مادری خود افتخار میکنم. باشد بحری میتونیم برای بحری مادران تاجیک یک نوازش بهترین را چون گفتید لیاقت دارم نواخته میتوانم با سازی موسیقی اروپایی اسکریپت که میتونیم یک نوازش رو پیشنهاد کنیم. مرحبا. نوازش چی نام دارد و این نوازشی که من این حال می نوازم здравица نام دارد و از جانب کمپوزیتور سوشووا پیشنهاد گردیده است. مرحبا. تشکر میگویم، بسیار اثری زیبا بود و اینجا همراه خود شهادتنامه های آوردید که برنده استیپندی پرزیدنتی که این شهادتنامه البته برای اون که شما واقعا گیرنده استیپندی پرزیدنتی هستید و همزمان شهادتنامه اینجا برای مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر گلستان گرانده استیپندی رئیس شهر گلستان در سال 2024 در سال 2025 همین خیلی همزمان شهادتنامه
اعضای محفل پیروانی پیشوای ملت نیز هستم. ما چون گیرندگان استیپندیا والنتیران نیز هستیم و در نزد بخش کار با جوانان در همه محفل ها البته فعالانه کوشش میکنیم اشتراک ورزیم و یکی از محفل هایی که سایل روان به راه مانده شده بود این کورس آموزشی پیروانی پیشوای ملت بود و بنده یکی از اشتراکچیان و ختم کنندگان این کورس هستم و این شهادتنامه از آن شهادت میدم. همزمان مبلغ‌های پولی که شما در آزمون فروغ سوپی دونویی به دست آورده هستید. آفرین احسن. همزمان اینجا از جانب وزارت معارف علمی جمهوری تاجیکستان مرکزی جمهوری دریافت رشد استعدادها پیشنهاد گردیده است به خواننده صنف ششم که این در صنف ششمیتون به دست آورده هستید. بنده در المپیاد فنی خوانندگان از صنف پنجمی هم اشتراک می‌ورزم. کوشش می‌کنم که همه سال در این المپیاد فعالانه اشتراک ورزم و در صنف ششمی هم در صنف ششمی هم از فن زبان و ادبیات روس اشتراک نموده در دور جمهوری سزاوار جای سوم را به دست آوردم و همچنین سال روان از فن زبان دولتی اشتراک نموده در دور جمهوری سزاوار جای دوم گردیدم. و همزمان دیپلمی که برای شما پیشنهاد شده است دیپلم درجه یکم محوش بایمت و خواننده گیمنازی رقمی یکم شهر گلستان برای اشغال جای یکم در دوره ولایتی آزمون جمهوری فروغ سوپی دونوی کتاب است در نامیناسیون ادبیات کلاسیکی تاجیک با دیپلم مذکور سرفراز گردانده می شود. یعنی که احسن جای یکم رو در دوره ولایتی گرفت. آفرین احسن. امسال چی؟ امسال با کدام آزمون گفتید آمادگی دیدی سال؟ علم فروغ معرفت. علم فروغ معرفت. البته باز المپیاد فنی خوانندگان و کوشش میکنم در دیگر آزمون‌ها نیز اشتراک ورزم. خب شما در آزمون جمهوری علم فروغ معرفت در کدام بخشش اشتراک میکنید؟ در بخش بیولوژی. بیولوژی. در این جوده آموزگارتون کی شما را آماده کرده استودنت؟ آموزگاری من در این جوده بابایف امامعلی دیرکتور مرکز تحصیلات لغوی در شهر گلستان. ما با آموزگارم کوشش میکنیم که با این آزمون هرچی بیشتر و خوبتر آماده شویم و همین ساحه رو یعنی ساحه بیولوژی رو چقدرتر آموزیم. آموخته استودید. احسن. یگان افسانه یا واقع عجیب رو میدونید خوندگی هستید؟ البته چون من اشتراکچی آزمون جمهوری فروغ سوپی دونوی کتاب هستم در کتاب‌های مطالعه کردم. یکی از کتاب‌های شناخته ترین در دنیا کتابی سعدی شیروزی اثری گلستان نیز هست در آنجا. خب هستم در اونجا بهترین واقعی که برای شما نقش بسته است از خاطرتون نمیره و لحظه های جالب دارد یا که پندآمیز است کدام لحظه است؟ یکی از حکایه های بهترینه که من در کتاب گلستان خونده بودم. البته همه حکایه که در این کتاب آورده شده است آنها ما را بر راه راست هدایت می‌نماید. یکی از حکایت هایی که در باب اولی آن آورده شده بود و درباره یکی از پادشاهان بود که دو پسر داشت و پسری کلونی خود را بیشتر با پسری کلونی خود بیشتر توجه میکرد و پسری خردی آن که قد پست بود و صورتی باطنی زیبا نداشت با او هیچ توجه زیاد نمیکرد. بله ولی روز وقتی که به دولتی آنها از دیگر دولت ها لشکران می آیند و به دولتی آنها هجوم میکنند پسری کلونی آن غیب میزند یعنی میگریزد. البته میگریزد لیک پسری خردی باشد در به میدان جنگ برآمده با لشکران جنگ میکند و در همین وقت لشکرانی که با این پسر بودند از طرف دولتی پدرش آن لشکران این پسر را در میدان جنگ یک و یگانه خودش را مانده آنها خودشان غیب میزنند یعنی از لشکران دیگر از لشکران دشمن میترسند و غیب میزنند. لیکن این پسر وقتی که دید که او یک خودش در میدان جنگ بماند او نترسید و جنگیدن گرفت و دید که دشمنان کمتر شدند آنها ناپدید گردیدند و او در همین وقت گفت که ای مردان بکوشید جامه زنان نپوشید و وقتی که دشمنان این سخن را شنیدند آنها خیلی هم خشمگین گشتند باز هم جنگ را بزرگتر گردانیدند و در همین وقت او توانست غلبت را به دست آورد از با لشکران خوب جنگید و پدرش وقتی که همین حالت را دید او را به نزد خود خواند البته او را تحسین و آفرین گفت و وقتی که پسری کلونی باز هم پیدا می شود و از این حالت آگاه می گردد او به برادرش البته برادرش را دیده نمی خواهد که برادرش جای او را گیرد و با یکی از غلامان خود
با یکی از غلامان خود میگوید که تا که به طعام او زهر را بمانند و در همین وقت برادرش از این حالت البته آگاهی میگردد و در وقتی خوردن آن طعام او میگوید که امری محال است که نادان دانای را بکشد. یعنی وقتی که این سخن را میگوید پدرش از این آگاه میگردد و پسری خود را به او یک دولتی خردک را میدهد تا که آن به همان جا رود و خودش به کارهای دولت مشغول گردد و پدرش او را دیگر نبیند. یعنی پدرش در اینجا فهمید که البته صورتی باطنی هیچ نقشی را نمیبازد وقتی که درون انسان زیبا باشد، وقتی که انسان جسور باشد، وقتی که انسان دلیر باشد. اگر محفش رو پرسن که تاجیکستان رو تا چی اندازه دوست می‌داری و به چی شباهت می‌دهی، درباره تاجیکستان گویید. البته وطن خود را خیلی دوست می‌دارم و دوست داشتی وطن خود را البته با اشتراک در این آزمون ها با بلند برداشتن سطح دانش خود نشان می‌دهم. می‌خواهم که یکی از جوانانی پیشرفته گردیده به همسالان خود و دیگر جوانان یک نمونه عبرت باشم تا که دیگر جوانان نیز کوشش نمایند که در چنین آزمون ها اشتراک ورزند و هرچی البته آینده تاجیکستان چون جوانان هستند و پیشوای ملت این را پیوسته در پیام‌های خود در پیام‌های خود میگویند ما در حقیقت نه در سخن بلکه در عمل آینده تاجیکستان باشیم، با دانش خود با مهارت خود آینده تاجیکستان عزیزمان را ساخته باشیم. امروز در مؤسسه تعلیمی شما در گیمنازیای رقمی یکم چگونه شرایط‌ها است برای از خود کردن همه فن‌ها؟ البته در مؤسسه ما چون در دیگر مؤسسه های تعلیمی همه شرایط های تحصیل برای تحصیل نمودن ما جوانان و نورسان مهیا گردیدند. یعنی کابینت های فنی ما در با آن کابینت ها وارد گردیدند. فن های دقیق را به مانند بیولوژی، شیمی، این فن های دقیق را باز هم چوقورتر و بیشتر می‌آموزیم، یعنی کارهای عملی را در آنجا به جا می‌آوریم. بله. امروز برای همین دولت و حکومتی که امروز همه شرایط ها رو برای محصلین مسائل تعلیمی مکاتب های عالی البته مهیا کرده است، جواباً به همین مثلا نورسان و جوانان چگونه باید عمل کنند به فکر شما؟ همه جوانان باید کوشش کنند که البته دانش آموزند، البته در اولین درجه برای خود دانش آموزند، زیرا دانش این یگانه گنج است که هیچ کس از ما گرفته نمیتواند. مال دولت آن را اگر دزد روزه برد، لیکن دانشی که در ما هست آن با ما باقی میماند و برای همین من کوشش میکنم که و فکر میکنم که همه جوانان باید از چنین امتیازهایی که امروز در مملکت ما هست، از چنین آزمونها باید استفاده برند، از جوانی خود استفاده برده در این آزمونها هرچی بیشتر اشتراک ورزند، زیرا اشتراک در این آزمون نه تنها دانش آنها را وسیع میگرداند بلکه البته چنان که به همگان معلوم است مکافات‌های پولی خیلی بسیار کلان دارد و وقتی که انسان در چنین آزمونها اشتراک میکند جهانبینی او وسیع میگردد، او بسیار هم با های دانشمند با دیگر جوانانی لیاقتمند شناس می شود، با آنها را دیده کوشش میکند که اون مثل یکی از آنها گردد، یعنی بهتر و خوبتر گردد. این و البته برای در زندگی یکی تجربه کلان میگردد. برای همین ما جوانان باید کوشش کنیم که البته از این امتیازها استفاده برده جواباً و چنین غمخوری های حکومت برای چنین غمخوری های پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان دانش خود را بلند برداشته در آینده که از کسب های بهترین رو انتخاب کرده، در همون کسب یکی از کادرهای پیشرفته گرده. شما کدام کسب رو انتخاب میکنید؟ البته میخوام در آینده به دانشگاه طبی به نام ابوعلی ابن سینا داخل گردیدم، در آن تحصیل را دوام دهم. یعنی که میخواهید در آینده طبیب شوید؟ البته. خب در کدام سمتش؟ در سمت استوماتولوژی. یعنی که دکتری دندان بودن میخواهید؟ آفرین، احسن. امروز دو جای موضع سیاحی شهر گلستان رو گوید. به کجا رفته ممکن است؟ وقتی که به شهر گلستان مهمانان وارد میشن به کجا باید برن؟ البته که از جایهایی که همه ساله در وقتی تعطیل در وقتی تابستان از جانبی بسیار هم مهمانان بیشتر تشریف می‌آورند، دیدن می‌کنند. آسایشگاه بهارستان است چون جایی خیلی هم زیبا است، در لب دریا واقع گردیده است و جای دومی که فکر میکنم که یکی از جایهای بهترین است این باغ فراغتی تیمور ملیک، آن نیز در لب بحر جایگیر شده است و خیلی هم باغ زیبا، در گرد و اطرافش بسیار هم درختان سبز
چنانکه خودت بیشتر میروید به اونجا؟ در آنجا رفتم و با والنتیران، با گیرندگان استیپендیا محفل‌های کتابخوانی، محفل‌های سرود و موسیقی را میگذرانیم. چون این حال وقتی تابستان است، هوا گرم است، ما کوشش میکنیم که در هوای تازه چنین محفل‌ها را به راه به فکر شما طبیعت به انسان چی تاثیری خوب دارد؟ طبیعت بسیار تاثیرهای خوب دارد. وقتی که مثلا وقتی که در آزمون فروغ صوفی دانایی کتاب از اشتراک می‌ورزیدم، کوشش می‌کردم که همون کتاب‌های را که مطالعه می‌کنم در هوای تازه، در بیرون، در باغ‌ها مطالعه کنم. برای آنکه وقتی که انسان در باغ یا در همین جای زیبا و تنجو و آرامی کتاب یا یگان کارش را می‌کند، کار خود را ما گفتن ممکن است که در سطح عالی می‌کند، برای اینکه هیچ کسی نیست که خاطر او را پریشان کند. یا هم هوا تازه است و معنی سر خیلی هم فایده کلان رو دارد. با کارهای خونه گویم اگر در خونه محوش به چی مشغول بشود خیر و به چی خونه رو میکنید؟ پخت و پز میکنید؟ بیشتر با کارهای خونه به چی دست میزنید؟ البته پخت و پز کردن رو خیلی دوست دارم، برای اینکه بیشتری وقتی خالگی خود رو با پختن هر گونه شیرینی ها، با پختن طعام های ملی کوشش میکنم که شیرینی های نو به نو رو آماده کنم. بله. و چون با مرکز تحصیلات ایلاوگی در محفل روزگارداری اعضای محفل هستم، ما در آنجا بسیار شیرینی ها را با ما معلمه بسیار طعام های نو را میفهمونند و آن را آماده البته در خانه آماده کرده پیشنهاد میکنید و میپرسید که پدر و مادر با اهل خانواده چگونه شده است بهودی؟ بهو چند؟ همیشه 5. آفرین، احسن. آن نفرانی که مثلا درباره مرکز تحصیلات ایلاوگی من، یعنی که کودکان نورسان که باید با همین مرکزهای تحصیلاتی ایلاوگی جلب کرده شوند ها بعد ختم مکتب در تعطیل ها یا که در وقتی مثلا تحصیل نیست، البته بیرون از ساعت درسی رفتن ممکن است. برای آن افرادی که شاید نمیدونن، معلومات ندارند، برای آنها چی گفتنی هستید و وقتی که به مرکز تحصیلاتی ایلاوگی میروند آنها چی میگیرن برای خود؟ چی تاثیر دارد؟ آیا اشتراک کنم به فکر شما؟ چون اشتراک کرده هستید. مرکز تحصیلات ایلاوگی البته قریب در همه شهر و نواحی جمهوری تاجیکستان به راه مانده شده است و ما جوانان شهر گلستان افتخار از آن داریم که این مرکز تحصیلات ایلاوگی که در شهر ما است با تمام شرایط ها است. یعنی آن از جانب پیشوای معظم ملت به ما تقدیم گردانیده شده است و این مرکز تحصیلات ایلاوگی دارای بسیار هم محفل ها است. محفل روزگارداری، محفل زبان انگلیسی، زبان روسی، کتابخوانی، محفل زبان‌های خارجی، زبان خطایی، همچنین حسابدان و محفل بیولوگون. بله، بیولوگون از بسیار محفل‌ها عبارت است و هر کسی که به این محفل رو می‌آورد باز دانش ایلاوگی میگیرد. همان دانشی که در همین سطح دارد آن را مکمل‌تر، پرزورتر و خوبتر میگرداند و مهمتر از همه استادان کسبی هم هستند. بله. و در همین مرکز تحصیلات ایلاوگی هر کسی که به این مرکز تشریف می آورد البته وقتی خالگی خود را با یک خوشحالی میگذراند. یعنی نه در خانه نشستن و با این گونه گادجت ها، با تلفن و کامپیوتر نیو، یعنی رفته در آنجا در درس اشتراک کردن، بله، با دانش آموختن وقتی خود را میگذرانند. و مهمتر از همه چی است؟ رایگان است. بله، مهمتر از همه رایگان است. واقعا بینندگان عزیز، در همین شهر نواحی ولایت البته مرکز تحصیلات ایلاوگی در نزد شعبه های معارف البته عمل میکند که وظیفه اساسی آنها خوانندگان را بیرون از ساعت درسی به مشغولیت ها، یعنی محفل ها جلب نمودند که در هر یک مرکز تحصیلاتی ایلاوگی اگر خطا نکنم زیاده از 20 نمود محفل ها است که هم محفل های علمی و عملی البته هست که میتوانند رایگان، مهمتر از همه رفته وقت های خود رو در وقت های مثلا در جای های نالازم نگذارانده در اونجا رفته صاحب علم و کسب و هنر شوند. خب کلمه پیشنهاد میکنم پرندگان یکی از حیواناتی هستند که نه تنها به طبیعت بلکه به انسان نیز منفعت میرسانند، منفعت خود را میرسانند. مثلا یک جمله گفتم شما قریب که متن گویید باشد. دریا وقتی که انسان به دریا نگاه میکند فکر او جمع گیر می شود، یعنی به جمع می آید و او خود را آرام حس می نماید. برگ درخت یکی از حصه های درخت بوده،
бисёр функсияҳои биологиро иҷро менамояд. Яктоаш Фотосинтез. яъне ки хориҷ кардани оксиген. Оксиген, бале. бошад. Офарин Асан. Ҳашарот. ҳашаротҳо ҳарчанд ба назари инсон зараровар намоянд ҳам, лек ба табиат ва дар бисёри ҷойҳо ба инсон низ манфиати хело ҳам калонро доранд. ва онҳо яке аз узвҳои табиат низ номида мешаванд. Асан. Хоб, ситора. Ситора вақте ки инсон дар бисёри ҷойҳо мегӯянд ки вақте ки инсон ба афтидани ситора нигоҳ кунад ва яке аз орзуи худро дар ҳамин лаҳза гӯяд, он орзуяш иҷро мекардад. Шумо лекин ба ин чиз бовар доред? Не. Бошад. Хоб, кӯҳ. Кӯҳ Тоҷикистон яке аз сарзаминҳои бисёр ҳам зебо буда, 93% табиати онро кӯҳҳо ташкил менамоянд. Бошад. Об манбаи ҳаёт буда, инсон бе об зиндагии худро тасаввур карда наметавонад. Тоҷикистон ватани азизи ман буда, аз тоҷик буданам ва дар ин сарзамини биҳиштосо зиндагӣ намуданам фахр менамоям. Бошад. Парчам. Парчами Миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон, парчами давлатӣ, ин муаррифгари Тоҷикистон дар мобайни дигар давлатҳо мебошад. Дурахшон. Дурахшон ҳар як инсоне ки соҳиби дониш аст, ҳар як инсоне ки соҳиби маҳорат аст, дар назди дигарон ҳамеша медурахшад. Бале. Аҳсан, офарин. мегӯям ки посухҳоятон ҳам мукаммал ва ҳам мазмуни чуқур доранд. яъне бисёр як бо маҳороти баланд ҷавоб додед. аҳсан мегӯям. хоб, имрӯз чун гуфтед забонҳои хориҷиро низ аз худ карда истодед. Кадом забонҳо? русӣ, англисӣ. хоб, дар ин ҷода низ барои шумо муваффақият, боқӣ барои иштирок дар озмунҳо камёбиҳои беназирро албатта орзу мекунам, ҳам дар ҷодаи санъат ки имрӯз ба навозандагӣ сози скрипка машғул ҳастед. аз шумо имрӯз дар барнома чӣ напурсидам? дар бораи академияи хурдии илмҳо. хоб, бошад, ин дастовардатон кай аз куҷо буд? банда аз соли гузашта дар озмуни академияи хурдии илмҳо иштирок меварзам ва соли гузашта дар бахши забони русӣ иштирок намуда будам бо кори илмӣ бо номи синтаксический разбор предложения ин мавзӯъро интихоб намуда дар ҳамин ҷода кор карда будам бо омӯзгорам ва соли равон хостам бештар ба фанҳои дақиқ ҷалб гардам, чун дар оянда мехоҳам ба донишгоҳи тиббӣ дохил гардам. барои ҳамин бахши тиббро интихоб кардам ва яке аз мавзӯъҳои бисёр ҳам паҳн гардида нервная система ё худ системаи асаб ва бемориҳое ки дар ҳамин ҷода ҳастанд, онҳоро бисёр паҳнтар ва васеътар фаҳмонам ва дар кори илмии худ чунин бемориҳо ба монанди гидроцефалия ё худкалоншавии мағзи сар, бо бемориҳои мигрень, бо бемории болезни Паркинсона, ва яке аз беморие ки хело ҳам дар ҷумҳурии Тоҷикистон як нафар бо ин беморӣ азият мекашад, спинально-мышечная атрофия ё худ SMA, маълумоти бештарро дар кори илмии худ пешниҳод гардидам ва хушбахтона дар даври вилоятии Озмун сазовори ҷои дуюм ва дар даври ҷумҳуриявӣ сазовори узви вобастаи академияи хурдии илмҳои ҷумҳурии Тоҷикистон гардидам. хоб, ин ҳам як унвони баланд аст барои шумо дар қатори он унвонҳое ки дар озмуни ҷумҳуриявӣ илм фуруғи маърифат гирифта истодаед. Тоҷикистон ватани азизи ман, фуруғи субҳи донӯи китоб аст ва ман фикр мекунам ки имрӯз ба 4 озмунҳои ватанӣ албатта иштирок кардед, ҳам соҳиби дастовард гардидед ва ин барои шумо албатта як муваффақият аст. ва сухани хотимавии шумо? ман фахр аз он дорам ки албатта дар чунин озмунҳои бонуфуз ки дар кишвари азизи мо ба роҳ монда мешавад, дар ин озмунҳо иштирок меварзам ва ғолиби ин озмун мегардам. ва ман
ба ҳамсолони худ ба он касоне ки дар ин озмунҳо иштирок меварзанд ва гуфтанӣ ҳастам ки албатта вақте ки инсон кӯшиш мекунад, вақте ки инсон бо меҳр ҳамон корро ба итмом мерасонад, албатта ба ҳамон қуллае ки дар назди худ гузоштааст, ба ҳамон мақсаде ки дар назди худ гузоштааст, агар пайваста кор кунад, шабона рӯз хонад, албатта ба ҳамон мақсаде ки дар пеш гузоштааст ба ҳамон ноил мегардад. ва ман фахр аз он дорам ки имрӯз дар тоҷикистони азизи мо чунин озмунҳо барои баланд бардоштани сатҳи дониши мо, барои ҷаҳонбинии моро васеъ гардонидан чунин озмунҳо ба роҳ монда истоданд ва албатта сол аз сол иштирокчиёни ин озмун бисёр гардида истоданд ва ки боиси ифтихори ҳар яки мост ва мехостам миннатдории худро аз фурсати муносиб истифода бурда ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои ташкил ва баргузор намудани чунин озмунҳои бонуфуз ва шароити таҳсил барои мо ҷавонон ва наврасон миннатдории худро расонида бошам. Аҳсан туро бигӯям, эй пешвои миллат, рахшандаи чу хуршед андар самои миллат, то бо шиори ваҳдат, бо сулҳу бо садоқат гашти ба рӯзи сахтӣ мушкилкушои миллат. албатта миннатдории худро ба шумо барои он ки маро ба ин барнома даъват кардед миннатдории худро мерасонам. ташаккури зиёд. хуб маҳваш дар оянда барои боз ба ҷоизаҳои баланди ҳам илмиву ҳам зиндагӣ ноил гардидан аз номи тамоми гурӯҳи эҷодӣ махсусан барномаи Дурахшон, тамоми кормандони телевизиони вилояти Суғд барои шумо бурдборӣ, пешравӣ, муваффақият хоҳонам ва муҳимтар аз ҳама дар симои тамоми ҷавонони Тоҷикистон ҳамин гуна бошем ки дӯстдори ватан, созандагони ватан бошем ва баҳри бунёди Тоҷикистони навину соҳибистиқлоли беҳтарини мо як хишти бунёде албатта гузорем. Бинандагони азиз, ёдрас мешавем ки барномаи Дурахшон аз ҷониби идораи телевизион ва радиои вилояти Суғд дар ҳамкорӣ бо Кумитаи иҷроии Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон таҳия ва пешниҳоди мардум мегардад. Агар шумо фарзанди шумо, набераи шумо дорои истеъдод ва лаёқати фавқулода дар кадом намуди ҳунар набошад, дошта бошед, пас ин барнома маҳз барои шумо аст. Шумо метавонед ба рақами телефоне ки ҳоло бароятон намудор аст ё ба саҳифаи иҷтимоии барномаи Дурахшон ки бо номи барномаи Дурахшони телевизиони вилояти Суғд сабт шудааст, метавонед ворид шуда дархости худро гузоред. Мо кӯшиш мекунем дар ҳафтаҳои баъдӣ шуморо даъват карда як барномаи ҷолибу диданиро албатта таҳия карда пешниҳоди мардум кунем. Дар фарҷоми барнома ба қаҳрамони барнома Маҳваш Боймат ва аз шаҳри Гулистон ҷоизаи барномаи Дурахшон албатта тақдим мегардад. Дар фарҷом мегӯем худ ва наздикони худро эҳтиёт кунед. хайр. Марҳамат.